البته در 6 ماه سال 2022 در حدود ولایت 43 کارخانه نو تأسیس داده شده است و در 6 ماه کارخانه‌ای که از فعالیت باز مونده است 49 عدد تشکیل میده. کدام کارخانه ها سببشون چی باشه؟ کارخانه‌ای از فعالیت باز مونده البته در شهر کلو 3 عدد اصلا این با سبب‌های به فروش رفتن محصولات خود کارخانه مفلس شوی و نبودن مبلغی گردان البته این سبب‌هایی هست که خود کارخانه مفلس شده. مثلا در شهر کلوب جمعیتی دارای مسئولیتش محدود امان شیعه شیفایی چوی و فروش رفتن محصول و نداشتن مبلغ گردان. همین طریق کلیده زری کلوب محصولات زرگری مفلس شوی خودی تشکیل داد. جدمه کپ این واسطه اصلا با فروش مونده است. همین طریق تمام 49 تشکیلاتی که هست سببش ما این طریق معلومات گرفتگی هستیم در حدود ولایت 49 تا تشکیل دادیم. یا همین کارخانه‌ای که زیاده 40 چند تا گفته همین در 6 ماه بنیاد شدن آیا یگان تاش از فعالیت باز مونده است؟ 49 باز مونده 43 کارخانه‌ای که فعالیت شما اوید کارخانه‌ای نبودید کارخانه‌ای که در ولایت بنیاد شده با مدت کوتاه از فعالیت باز موندن در همین 6 ماه. در مدت 6 ماه ما چنین معلومات حسابات شکل نداریم که آیا در 6 ماه معین کنیم که چقدر کارخانه البته این ما فعالیت نکرد ما دیگر فعالیت میکنیم ما گفته نمیتوانیم چون که شکل حسابات درباره حساب وقتی که وارد میشه و معین کرده میشه. ما همین 49 کارخانه تشکیلاتی که ما گفتیم زیاده از 2 سال فعالیت نداریم. در عموم در ولایت چقدر کارخانه هست؟ کارخانه‌های صنعتی؟ کارخانه‌های صنعتی همگی 674 کارخانه صنعتی در حدود ولایت موجود است. همین 49 کارخانه‌ای که از کار موندن هم آمارش هست که چند نفر جای کارش از دست دادگی؟ البته 49 کارخانه صنعتی که از فعالیت باز مونده است که علی خان چند جای کار دارد؟ 947 جای کار.